تیونینگ. من حیدری ام، مفر منظوره. میخوام در مورد یه موضوع مهم در حوزه تیونینگ خودرو صحبت کنم. ریمپ یعنی چی و چرا اهمیت داره؟ ریمپ مثل ریستارت یعنی شروع دوباره، یعنی مپ کردن دوباره ماشین با شرایط آب و هوایی، با کیفیت بنزین و طبق نیاز راننده. هر کار نرم افزاری که روی کامپیوتر ماشین برای بهبود عملکرد و کارهای موتور انجام میدیم بهش میگیم ریمپ. حالا چرا ریمپ اهمیت داره؟ قبلا ریمپ یه آپشن بود، اما الان اگر ریمپ نکنی و ماشینتو با شرایط آب و هوایی و بنزین بی‌کیفیت سازگار نکنی، متحمل هزینه‌های سنگین موتوری میشی. اینجا ما در مجموعه کارناتیونی به صورت تخصصی خدمات ریمپ و آپشن ویژوس رو بدون ابطال گارانتی انجام میدیم. در کمتر از 1 ساعت ماشینتون رو